میخواین یه وبسایت جدید بیارین بالا و میخواین مطمئن بشین که از همون روز اول پایه سئوش رو محکم گذاشتین، عالیه. تو این راهنمای سریع قراره با هم یه چکلیست کامل رو برای همین کار مرور کنیم. خیلی خوب، بیایید صاف بریم سر اصل مطلب. یکی از چیزایی که خیلی‌ها رو به خصوص اوایل کار گیج میکنه اینه که با محتوای تکراری تو سایت باید چیکار کرد. ببینید، برای حل این مشکل ما 2 تا ابزار اصلی داریم. یکی ریدایرکت و اون یکی کانونیکال. حالا بیایید ببینیم هر کدوم دقیقاً چیکار میکنن و مهمتر از اون کی باید از کدومشون استفاده کنیم. اصل تفاوت اینجاست. خیلی هم ساده است. ریدایرکت یه دستور قاطعه، اما کانونیکال بیشتر شبیه یه پیشنهاده. یعنی چی؟ یعنی با ریدایرکت شما به گوگل میگید هی گوگل، این صفحه دیگه نیست. هر کی اومد اینجا بفرستش به این آدرس جدید. تمام. اما با کانونیکال میگید ببین هر 2 تا صفحه لازمن و کاربرها میبیننشون. ولی این یکی یعنی این آدرس نسخه اصلیه. پس لطفاً اعتبار رو به همین صفحه بده. میبین چقدر فرق دارن؟ خب، تا حالا شده به این فکر کنید که وقتی یه آدرس رو توی مرورگرتون میزنین و اینتر میکنین، پشت پرده چه اتفاقی میفته؟ سرور یه کد وضعیت یا استاتوس کد به مرورگر شما میفرسته. فهمیدن معنی این کدها برای سئو فنی، یعنی واقعاً الفباست، کاملاً ضروریه. این جدول خیلی خوب کدهای اصلی رو خلاصه کرده. ببینید، برای ما که کار سئو می‌کنیم کد 200 یعنی چراغ سبز، یعنی همه چی عالیه، صفحه لود شد. کد 301 هم برای تغییر آدرس دائمی استفاده میشه که خیلی مهمه. حالا یه نکته کلیدی یادتون باشه، ارورای سری 400 مثل 404 معروف یعنی مشکل از سمت کاربره یا لینکی که اومده خرابه. اما اگه ارور سری 500 دیدین یعنی مشکل از سرور خودتونه و بعد سریع حلش کنید. خب، حالا که با یه سری مفاهیم فنی مهم آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ 2 تا از اشتباهات خیلی رایج. اشتباهاتی که اگه حواستون نباشه میتونن خیلی راحت تمام زحماتتون رو به باد بدن و به رتبه سایتتون آسیب جدی بزنن. اولین اشتباه کیورد استافینگه. این یه تاکتیک خیلی قدیمیه که راستش دیگه اصلا جواب نمیده. الگوریتم‌های جدید گوگل خیلی راحت شناساییش میکنن و سایت رو جریمه میکنن. به زبون ساده یعنی انقدر یه کلمه کلیدی رو تکرار کنی که دیگه شورش در بیاد. خب، پس راه حل چیه؟ چند بار باید کلمه کلیدی رو تکرار کنیم؟ جواب اینه طبیعی رفتار کنید. دقیقاً مثل وقتی که دارید یه موضوع رو برای دوستتون توضیح میدید. اصلا دنبال عدد و درصد جادویی برای چگالی کلمه کلیدی نباشید. یه قانون طلایی هست که میگه اگه متنی که نوشتید برای یه آدم واقعی غیر طبیعی به نظر برسه، شک نکنید برای گوگل هم همینطوره. و اما اشتباه بزرگ دوم، کانیبالیزیشن یا به قول خودمون خودخوری کلمات کلیدی. این اتفاق وحشتناک زمانی میفته که شما خودتون تبدیل میشین به بدترین رقیب سئو خودتون. یعنی چی؟ یعنی 2 تا یا حتی چند تا صفحه از سایتتون دارن سر یک کلمه کلیدی با هم میجنگن و عملاً دارن قدرت همدیگر رو از بین میبرن. برای حل این مشکل خودزنی 2 تا راه اصلی داریم. راه اول که رایج‌ترین و معمولاً بهترین راه استفاده از ریدایرکت 301، یعنی صفحه ضعیف‌تر رو در صفحه قوی‌تر و اصلی ادغام می‌کنید. تمام. راه دوم برای وقتیه که به هر 2 صفحه نیاز دارید. اون موقع از تگ کانونیکال استفاده می‌کنید تا به گوگل بگید کدوم صفحه اصلیه و باید به اون اعتبار بده. خب، حالا که با این مفاهیم کلیدی آشنا شدیم، بیایید همه اینا رو کنار هم بذاریم و یه چکلیست عملی برای راه‌اندازی یه وبسایت 0 کیلومتر درست کنیم. همه چیز با 4 تا ستون اصلی شروع میشه. اول انتخاب دامنه که همون آدرس شماست. دوم هاست که کیفیتش روی سرعت و پایداری سایتتون تأثیر مستقیم داره. سوم نصب سیستم مدیریت محتوا مثل وردپرس و چهارم انتخاب یک قالب خوب و استاندارد. انتخاب‌های درست تو این مرحله واقعاً فونداسیون موفقیت آینده شماست. و حالا میرسیم به مهمترین، حیاتی‌ترین و شاید بشه گفت اولین کاری که باید بلافاصله بعد از نصب قالبتون انجام بدین. یعنی قبل از اینکه دست به هر کار دیگه‌ای بزنید. این مرحله فوق‌العاده مهمه. باید سایتتون رو تا وقتی که کامل نشده از دید گوگل پنهان کنید. چطوری؟ توی تنظیمات وردپرس تیک گزینه‌ای از موتورهای جستجو درخواست کن تا محتوای سایت را بررسی نکنند رو فعال می‌کنید. چرا؟ چون شما نمیخواین گوگل بیاد و یه سایت نصف و نیمه و به هم ریخته رو ایندکس کنه. همزمان تمام محتوای دموی قالب رو هم پاک کنید.
ببینید این یه توصیه نیست، یه قانونه. سر این موضوع اصلاً کوتاه نیاین. اگه گوگل سایت نیمه کاره شما رو ببینه و ایندکس کنه، بعداً پاک کردن این تصویر بعد از ذهنش خیلی سخت میشه. یادتون باشه، اینجا پیشگیری خیلی خیلی بهتر از درمانه. خب مرحله بعدی اینه که جعبه ابزار سایتتون رو تکمیل کنید، یعنی ابزونه‌های ضروری رو نصب کنید. یه ابزونه برای سئو مثل یاس یا رنکمس، یه ابزونه امنیتی مثل وردفنس، یه ابزونه برای سرعت و کش و یه ابزونه خیلی مهم به اسم اکتیویتی لاگ. و لطفاً افزونه گزارش فعالیت یا اکتیویتی لاگ رو دست کم نگیرید. این افزونه مثل جعبه سیاه هواپیما برای سایت شماست. دقیقاً بهتون میگه کی، چه ساعتی، چه تغییری روی سایت داده. اگه یه روزی سایت به هم ریخت یا مشکلی پیش اومد، این افزونه میتونه شما را از ساعت‌ها سردرگمی و حتی خرابکاری‌های عمدی نجات بده. خیلی خوب، محتوای اصلی سایتتون آماده شده. حالا وقت شمارش معکوس برای پرتابه. اول فاویکن، یعنی همون آیکون کوچیک سایتتون رو اضافه کنید. صفحات اصلی رو تکمیل کنید و بعد حیاتی ترین قدم، اون تیکی که برای عدم نمایش به موتورهای جستجو زده بودین رو بردارید و در نهایت سایت رو به سرچ کنسول گوگل وصل کنید تا رسما به دنیا معرفی بشه. خب تبریک میگم، سایت شما الان روی هواست و اصولی هم راه اندازی شده، ولی این تازه اول ماجراست. الان که سایت شما فعال و ایندکس شده، سرچ کنسول گوگل قراره چه رازهایی رو در مورد عملکرد سایتتون براتون فاش کنه. اینجاست که سفر واقعی شما برای تحلیل و رشد شروع میشه.